عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست. مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد. نویسنده مگان دیواین. ترجمه سید سارا زرقامی و آرزو مومیوند. بخش دوم، با سوگتان چه می کنید؟ فصل ششم، زیستن در واقعیت فقدان. فصل هفتم، نمی توانید سوگ را حل و فصل کنید اما مجبور نیستید رنج بکشید. فصل هشتم، چگونه و چرا زنده بمانیم؟ فصل نهم، چه اتفاقی برای ذهن من افتاده؟ رو در رو شدن با عوارض جسمی سوگواری. فصل دهم، سوگواری و اضطراب. هنگام مواجهه با امری غیر منطقی ذهنتان را آرام کنید. فصل 11، در این میان هنر چه نقشی میتواند داشته باشد؟ فصل 12، تصویر بهبودی مختص خودتان را پیدا کنید. در باب زمان مناسب، یادداشتی قبل از شروع. وقتی مت از دنیا رفت، کتاب‌های زیادی را با موضوع سوگ و فقدان زیر و رو کردم. از بیشترشان متنفر بودم. اول به پشت کتاب رجوع می‌کردم تا ببینم آیا نویسنده بیوه کتاب دوباره ازدواج کرده یا نه. اگر دوباره ازدواج کرده بود آن کتاب را نمی‌خواندم، چون قطعاً آنها قادر نبودن احساس من را درک کنند. از خواندن فصل‌های اول هر کتاب جدیدی درباره فقدان بسیار هیجان زده می‌شدم، اما تنها مدتی بعد با انزجار رهایش می‌کردم. هنگامی که فصل‌های بعدی شروع به صحبت درباره ساختن دوباره زندگیم و تمام کارهای بزرگی می‌کرد که در اثر این فقدان انجام خواهم داد. مشکل همیشه در خود کتاب‌ها نبود. کتاب‌های خوب زیادی وجود دارند. مشکل این بود که بیشتر آن کتاب‌ها درباره سوگ در مراحل بعدی صحبت می‌کردند. آنها درباره زمانی صحبت می‌کردند که تزلزل جهان تا حد زیادی متوقف شده بود. زمانی که همه آبها از آسیاب افتادند و فوریت سوگ خیلی حاد نیست. این زمانی عالی برای صحبت درباره بازسازی یا ساختن زندگی جدید است. اما وقتی زندگیتان تازه از هم پاشیده است چطور؟ آن موقع وقت خواندن کتاب‌هایی راجع به نحوه ساختن آینده عالی و شکوهمند نیست. بنابراین نکته مهمی در اینجا درباره زمان مناسب وجود دارد. افکار مربوط به چگونگی زندگی شما درون سوگ باید با وضعیت فعلی زندگی شما تطابق داشته باشد. اگر چیزی حتی در این کتاب به نظر شما توهین‌آمیز بود، احتمالاً با وضعیت فعلی شما تطابق ندارد. در این میان عدم تطبیق زمانی وجود دارد. دوام آوردن در روزهای اول با دوام آوردن طی هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های آینده متفاوت است. همانطور که به دنبال چیزهایی هستید که کمکتان کند در فقدانتان دوام بیاورید، ممکن است از خودتان بپرسید به چه چیزی بیشتر نیاز دارید و به دنبال منابعی بگردید که بتوانند آن نیازها را تأمین کنند. آنچه من در این کتاب بیان کردم نه درباره اصلاح سوگتان است و نه درباره آینده‌ای است که در انتظارتان است. قرار است کمک کند دوام بیاورید، همینجا و همین حالا. باشد که مطلب مفیدی در این واژه‌ها پیدا کنید. فصل ششم، زیستن در واقعیت فقدان. تنها راهی که برای شروع صحبت درباره سوگ بلدم شروع کردن با موضوع نابودی است. سکوت و سکونی در مراحل اولیه سوگواری وجود دارد که همه چیز را فرا می‌گیرد. فقدان ما را طوری بهت زده می‌کند که به مکانی فراتر از هر زبانی کشیده می‌شویم. مهم نیست چطور با دقت واژه‌هایم را کنار هم بچینم. هرگز قادر نخواهم بود به جایی که این حس درون شما زندگی می کند برسم. زبان پوششی برای سکون نابودی است و البته چه پوشش ضعیفی. منتها کلمات تنها چیزی است که داریم و تنها چیزی است که من دارم تا صدایم را به شما در این مکان برسانم. لطفاً بدانید که من آگاهم از این که چقدر این کار غیر ممکن است، که
چطور هیچ یک از واژه‌هایم واقعاً چیزی را عوض نمی‌کنند؟ پذیرش یکی از معدود چیزهایی است که واقعاً کمک می‌کند. زندگی شما نمی‌تواند اصلاح شود، نمی‌تواند بهتر شود. هیچ راه حلی وجود ندارد. این بدان معناست که مسیر عملکرد ما درون سوگ ساده است. کمک به شما در تعیین اینکه چه چیزی طبیعی است و یافتن راههایی تا از قلب ویران شده شما حمایت کند. این بخش از کتاب درباره کمک به دوام آوردن شما در دنیای ترسناک سوگ شدید است. نشان دادن دیوانگی این دوران ابزار قدرتمندی است. کمک می کند بدانید چه چیزی طبیعی است زمانی که هیچ چیز عادی به نظر نمی رسد. در بخشای کوتاه این فصل برخی از متداول ترین سوالات و نگرانی ها و چالش های درون سوگواری را توضیح می دهیم. کلاف مسخره‌ای می شود اگر بخواهیم از یک مورد عجیب به موردی دیگر بپریم. اما درون سوگ واقعا همینقدر دیوانه‌وار و مسخره است. اگر ابزاری برای مدیریت این دیوانگی وجود داشته باشد، در همان بخش به آن می پردازم. جایی که هیچ ابزاری وجود نداشته باشد، پذیرش بهترین درمان است. من به تمام چالش‌های سوگ یا سوالات در مورد اینکه چه چیزی طبیعی است نپرداختم. از این دست چالش‌ها و سوالات بیشتر از آن وجود دارد که بتوان به همه‌شان پرداخت. اگر چیزی است که بخواهید جوابش را پیدا کنید، لطفاً در تماس باشید. آدم از خودش می‌پرسد چرا مردم نیاز دارن خاکستر را نگه دارن؟ نمی‌توانن آن را رها کنن. بله عزیزم. سرانجام من این استخوان‌ها و این دندان‌ها و آن جسمی را که عاشقش بودم به دست رودخانه و جنگل خواهم سپرد. من آن رگ‌هایی را که به اشکال مختلف بسیار دوست داشتم رها خواهم کرد. اما همکنون بقایای تو باقی می‌ماند. در جایی امن داخل کوزه‌ای پلاستیکی درون کیسه پلاستیکی توی جعبه‌ای مقوایی مهر و موم شده با نوار چسب و یک برچسب با نام تو. بیرون آوردن آنها دیدن تو است، دیدن جسمی که من دوستش داشتم و به حالت دائمی خاکستر تقلیل پیدا کرده. در حال حاضر نمیتوانم رهایش کنم. نمیتوانم اجازه دهم وارد شود. نمیتوانم آن را به هیچ وجه بپذیرم. نمیتوانم این حقیقت را هضم کنم که تو رفته ای. که زندگی که برایش برنامه ریزی کرده بودیم تمام شده. اگر سعی کنم مستقیما به این حقیقت نگاه کنم که نمیخوام باور کنم به حقیقت پیوسته است، حس میکنم انفجاری درون من آغاز میشود. جهان شکاف برمی دارد و ریه هایم پر می شود و نمی توانم نفس بکشم. تنها چیزی که می دانم این است که نمی توانم این کار را انجام دهم. نمی توانم مستقیما به آن نگاه کنم. همه چیز درونم منفجر خواهد شد و نمی توانم از هم گسیختنم را تحمل کنم. بیش از حد بزرگ است، بیش از حد شدید است. همه اینها من را زیر مشت و لگد گرفتند. جمع کردن وسایل و اسباب کشی، ماشین جلوی خانه‌ام که تا 2 روز دیگر به فروش خواهد رفت، تخت خواب اتاقم که از هم باز شده است. در انتظار بازسازی عکس‌های تو، خاکستر تو، آدم‌هایی که تمنا می‌کنند بخشی از تو را داشته باشند، همه خرت و پرتای ما که درون اتاق‌های گوناگون تلمبار شدند. تو رفته‌ای و من فعلاً نمی‌توانم این را بفهمم. این که اینجا بودی، آن لحظه فقط یک لحظه عادی و سپس نبودی. برای همه کارهایی که باید می‌کردید. وقتی کسی می‌میرد، صرف تعداد کارهایی که باید انجام دهید ذهن را اذیت می‌کند. اما به طریقی همه چیز انجام می‌شود. کنار بچه‌هایتان یا همسرتان یا والدینتان می‌نشینید و کلماتی را که هیچ وقت نباید می‌گفتید به زبان می‌آورید. به همه کسانی که اسمشان در دفترچه تلفن نوشته شده زنگ می‌زنید. حقایق را ساده و سرراست دوباره و دوباره تکرار می‌کنید. با خبرنگاران، پزشکان و تیم‌های جستجو صحبت می‌کنید. دنبال بهترین قیمت سوزاندن جسد یا تدفین می‌گردید.
با صاحب خانه ها تماس می گیرید. مراسم یادبود را سازماندهی می کنید. کسی را پیدا می کنید که از سگ نگهداری کند. ستایش هایی در مدح مرحوم نوشته شده و دعاهای شخصی گفته شده. اونقدر کاغذ در جهان وجود ندارد که بتوان تمام جزئیات ریزی که مرگ به زندگی شما وارد می کند نوشت. دوباره به عقب برمیگردم تا تایید کنم که پذیرش تنها شکل درمان است که کمک می کند. عزیزم، برای تمام کارهایی که مجبور شدی انجام دهی متاسفم. خوب اجازه بدهید مردم تا جایی که می توانند به شما کمک کنند. اگر این کار بخشی از مسئولیت‌های شما را تخفیف می دهد. رسیدگی به این جزئیات برای برخی از مردم آخرین کار ملموسی است که از روی دوست داشتن و صمیمیت می توانند برای شخصی که در گذشته انجام دهند. هیچ پاسخ درستی وجود ندارد. هر کاری که به نظرتان سنگین است به دیگران بسپارید و هر جا ممکن است به کسی اجازه ندهید کارهایی را که به نظرتان صمیمی و مهم است انجام دهد. همه چیز تمام شده است. احتمالاً مادرم بود که به تلفن جواب داد. حتما وقتی خبر را شنید جیغ کشید. پدرم حتما از اتاق دیگر دوید آمد و خدایا مادر را در حال گریه کردن دید. مادر باید به او میگفت. باید دهانش را باز میکرد و واژه ها را میگفت. حتی با اینکه آنها را درک نمیکرد. دردمند بودند چون خبری که شنیده بودند درد داشت. اما هر طور شده از زن آن طرف تلفن پرسیدن من کجا هستم. خدایا حتما میخواهند از من محافظت کنند و خدایا حتما عذابشان میدهد که نمیتوانند. خدایا اما حتما میخواهند هر طور شده با وجود تمام اینا با من تلفنی صحبت کنند و بگن که دوستم دارن و بگوین همین حالا سوار ماشین میشون و دارن میان به برادرم میگن و همهشون 3 ساعت رانندگی خواهند کرد تا کنار من باشن. همان شب در بیمارستان وقتی اونقدر میتونستم نفس بکشم تا دوباره صحبت کنم دنبال تلفنم گشتم و روند طولانی خبر دادن به مردم را شروع کردم که او مرده است. او در میان شبکه گسترده و پیچیده‌ای از دوستان بی نهایت محبوب و دوست داشتنی بود. تماس‌های زیادی باید می‌گرفتم و هر کدام موج شوک دیگری به وجود می‌آورد. اریک دبلیو مصیبت دیده در 37 سالگی در سوگ مرگ ناگهانی نامزدش لیزا. تعریف کردن داستان. ممکنه به خودتون بیاین و ببینین داستان فقدانتان را بارها و بارها تعریف کرده اید. حتی به غریبه ها یا به آدم هایی که تازه ملاقات کرده اید. یا شاید در ذهنتان وقایعی را که به این فقدان منجر شده بارها مرور کرده اید. همه اینها عادی است. انسان ها موجوداتی داستان سرایند. به همین دلیل است که اسطوره های فرهنگی، داستان های خلقت و فیلم داریم. با تعریف کردن دوباره و دوباره داستان این فقدان انگار به دنبال پایانی جایگزین می‌گردیم. یک راه فرار. راهی که در آن نتیجه وقایع تغییر کرده باشد یا هنوز هم ممکن باشد تغییر کند. شاید چیزی را جا انداخته باشیم. اگر فقط بتوانیم داستان را به مسیر درستی برگردانیم، هیچ یک از اینها اتفاق نخواهد افتاد. مهم نیست که این امر منطقی نیست. منطق هیچ معنایی نمی دهد. تعریف کردن داستان هم ضروری و هم شکنجه‌بار به نظر می رسد. در بخش سوگ و اضطراب بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما فعلا همینقدر بدانید که این بخشی عادی از سوگواری است. تکرار داستان سازوکار ایمنی است. راهی برای ذهن خلاق است که تلاش می کند جهان را زمانی که از هم پاشیده است دوباره مرتب کند. ما داستان را بارها و بارها تعریف می کنیم. چون داستان نیاز دارد گفته شود. ما دنبال راهی می گردیم که این داستان را منطقی جلوه دهد، حتی اگر هیچ وقت نتواند این کار را انجام دهد. اگر نمی توانید داستانتان را به انسان دیگری بگویید، راه دیگری پیدا کنید. دفتر خاطرات، نقاشی، داستان سوگتان را تبدیل به رمانی گرافیکی با داستانی بسیار تاریک کنید. یا به جنگل بروید و به درختان بگویید.
وقتی بتوانید داستانتان را بدون اینکه کسی سعی کند تغییرش بدهد بگویید، خیالتان راحت می شود. درختان نخواهند پرسید واقعا حالت چطوره؟ و باد اهمیتی نمی دهد اگر گریه کنید. مینهای کوچک. چند بار مردم شما را تشویق کردند که فکرتان را به چیز دیگری مشغول کنید یا از صحبت درباره نام آن شخص خاص برای شما اجتناب کردند تا یادآوری نکنند که چه چیزی را از دست داده اید. انگار ممکن است حتی برای یک لحظه فراموش کنید. همه ما به کمی استراحت نیاز داریم. نمی توانید هر ثانیه به فقدانتان خیره بمانید. ارگانیسم فیزیکی بدنتان نمیتواند چنین چیزی را تحمل کند. مشکل اینجاست که به ویژه در مراحل اولیه سوگواری درد همه جا هست. هیچ چیزی وجود ندارد که با فقدان مرتبط نباشد. فاصله گرفتن از درد اغلب نتیجه بسیار معکوسی میدهد. به خصوص به سینما رفتن ممکن است تجربه بیرحمانه‌ای باشد. به تماشای فیلمی شاد می روید و در می یابید شخصیت اصلی فیلم همسرش را از دست داده است، یا در نیمه راه در می یابید که هرگز نمی توانید درباره این فیلم با خواهرتان شوخی کنید، یا اینکه فرزندتان هرگز آن را نمی بیند. مسائل روزمره بی‌ضرر تبدیل به باری روی دوشتان می شوند. دفعه اولی که باید فرمی را پر کنید و گزینه بیوه را انتخاب کنید، یا اینکه از شما پرسیده می شود چند فرزند دارید. وقتی به بخش شماره های اضطراری فرم می رسید و می فهمید که نمی توانید نام شخصی را بنویسید که سالها در آن قسمت می نوشتید. با فکر اینکه باید بیشتر از خانه بیرون بروید، خودتان را وادار می کنید به مهمانی بروید و می بینید هر سوالی که در مکالمه های کوتاه از شما می پرسند فقط به یک جواب می رسد: مرگ. و فقط زمانی که دنبال چیزی می‌گردید تا حواستان را پرت کند، این اتفاقها نمی‌افتد. زندگی روزمره پر است از یادآوری‌ها و مینهای سوگ که افراد غیر سوگوار حتی فکرش را هم نمی‌کند. وقتی کسی که دوستش دارید می‌میرد، فقط او را در حال یا در گذشته از دست نمی‌دهید، آینده‌ای را هم که باید می‌داشتید و ممکن بود با او داشته باشید از دست می‌دهید. آنها از تمام آن زندگی آینده بیرون رفتند. دیدن اینکه دیگران ازدواج می‌کنند، بچه دار می‌شوند، مسافرت می‌روند، همه چیزهایی که شما از زندگیتان با آن شخص انتظار داشتید از بین می‌رود. دیدن بچه‌های دیگر که به مهد کودک می‌روند یا فارغ التحصیل می‌شوند یا ازدواج می‌کنند. همه چیزهایی که فرزند شما اگر زنده می‌ماند باید انجام می‌داد. بچه‌های شما هرگز دایی با استعدادشان را نخواهند داشت. دوست شما هرگز کتاب تمام شده شما را نخواهند خواند. هر ارتباطی داشتید، دیدن شواهدی از همان روابط که در جهان دیگر ادامه پیدا می‌کند بیرحمانه و بی‌انصافی است و تحملش غیر ممکن است. به ویژه در روزهای اولیه تلاش برای دوباره پیوستن به جهان باری سنگین و سهمگین است. روبرو شدن با آن مینهای سوگ که همه جا پیدا می شوند دشوار است. تعاملات انسانی اغلب طاقت فرساست. بسیاری از مردم انتخاب می کنند جهانشان را به طور قابل توجهی کوچک کنند. دعوت به هر چیز و همه چیز را رد کنند. حتی فردی که همیشه برونگرا بوده است در می‌یابد که نسبت به قبل نیاز به زمان بیشتری برای تنهایی و سکوت دارد. لطفاً بدانید که اگر دنیای بیرون بیش از حد خشن و اشباع شده از همه چیزهای مربوط به سوگ به نظر می رسد، این شما نیستید که بیش از حد حساسید. دنیاست که پر شده از چیزهای مرتبط با سوگ شما. اگر چیزی وجود دارد که حتی لحظه‌ای به شما تسکین و آرامش می دهد، به سمت آن حرکت کنید. فرقی نمی کند چه باشد. پیدا کردن فرصت استراحت در سوگ تقریباً غیر ممکن است، اما این فرصت‌های گاه به گاه ضروری اند. یک روز یا بیشتر داخل حصاری به انتخاب خودتان برای سلامتی مفید است. سوگ در فروشگاه. یکی از کارهای روزمره اغلب آنقدر در فهرست کارهای استرس‌زا نوشته می شود که بهتر است جداگانه بررسی شود. فروشگاه. در مراحل اولیه سوگواری یک رفتن ساده به فروشگاه هر چیزی است به جز ساده.
ممکن است با هر تعداد آدمی مواجه شوید که می‌خواهند بدانند واقعاً حالتان چطور است. این سوالات با نیت خوب اما ناخوانده در وضعیت احساسی درونیتان ممکن است هر زمانی مطرح شوند و مهم نیست که چقدر نمی‌خواهید در موردشان صحبت کنید. خنده داره. هر وقت در مورد مشکلات خاص خرید در فروشگاه‌ها صحبت می‌کنم، تقریباً همه داستان‌های خودشان را دارند که تعریف کنند. بعضی‌ها فقط ساعت 10 شب به بعد به فروشگاه می‌روند تا با کسی که شاید بشناسند مواجه نشوند. بعضی‌های دیگر 1 ساعت مسیرشان را دور می‌کنند تا بتوانند به طور ناشناسی خرید کنند. این هم مسئله دیگری است که مردم غیر سوگوار معمولاً در موردش فکر نمی‌کنند. اینکه چطور به خصوص اگر فقدانتان ناگهانی یا غیرعادی بوده باشد تبدیل به نقل مجلس مردم می‌شود. هر زمان که در جایی عمومی هستید مردم احساس می‌کنند باید نزدیک شوند، بپرسند و از حال شما باخبر شوند. اغلب مهم نیست که شما با آن شخص دوست هستید یا نه. در واقع هرچه ارتباطتان دورتر باشد بیشتر احتمال دارد وقتی سعی دارید سبد خریدتان را پر کنید از شما سوال کنند. خود من به خاطر اینکه دوستی در فروشگاهی کار میکرد دیگر به آن فروشگاه نرفتم. اگر من را میدید پرسش و پاسخی طولانی شروع میشد با سوالاتی در مورد سلامتی احساسیم، برنامه‌های آینده‌ام و تعریف‌های خیلی دقیق و جزئی درباره آنچه آن روز در رودخانه اتفاق افتاد. میدانم که میتونستم به او بگم تمامش کنه، اما این کار انرژی، علاقه و مهارت‌هایی نیاز داشت که آن موقع نداشتم. خرید در جای دیگر عاقلانه تر بود. جای تعجب نیست که سوگواری طاقت فرساست. مسئله فقط درد شدید واقعی فقدان نیست، بلکه صرف تعداد چیزهای کوچکی است که باید از آنها اجتناب کرد، آنها را تحمل کرد و برایشان برنامه ریزی کرد. اگرچه از بیرون فهمیدن چنین چیزی غیر ممکن است، اما کسانی مثل ما که سوگوارن به خوبی درک می‌کنند. همه ما داستان‌هایی داریم درباره خستگی و اجتناب و نیاز به اینکه فقط حرف نزنیم. عیبی نداره اگر از مردم دوری کنیم. عیبی نداره حتی برای سلامتی هم مفیده که ساعتی دور از مسیر خودتان رانندگی کنید تا برای خودتان از فروشگاه به صورت ناشناس خرید کنید. شما حق دارید این فاصله را حفظ کنید. شما حق دارید که داستان‌های خود را هر زمانی و هر جایی که مناسب می‌دانید تعریف کنید. با سپر وسیع و محافظ نامرئی در جهان بیرون قدم بگذارید، چون مایل نیستید اصلا با کسی حرف بزنید. هر چیزی که نیاز دارید تا احساس امنیت کنید، همان کار را بکنید. و یک چیز دیگر در مورد فروشگاه‌ها. بسیاری از مردم با دیدن چیزهای بسیاری که دیگر نیاز نیست برای فردی که از دست دادن بخرن غمگین می‌شوند. نیازی به کلوچه‌های مورد علاقه و چای صبحانه‌شان نیست. در دنیای قلب‌های سوگوار سبدهای خرید زیادی پیدا می‌شود که در میان فروشگاه رها شده‌اند. به جز خرید از فروشگاه‌هایی که خریدهایتان را جلوی در خانه‌تان تحویل می‌دهند. راه دیگری برای دور زدن این مورد وجود ندارد. در اینجا قوانین مربوط به مهربانی با خود اعمال می‌شود. خودتان گام بردارید. به خودتان اجازه دهید فروشگاه را هر زمان که خواستید ترک کنید. و بعد از رفتن به فروشگاه کمی به خودتان زمان بدهید تا بپذیرید چقدر همه این کارها سخت است. کارهای عادی زندگی اغلب فقدانتان را در اوج خود نشان می‌دهد. چه وقت زمانش فرا می‌رسد که از آنجا که توصیه و نظر ناخواسته بسیاری در جهان سوگ وجود دارد، به راحتی ممکن است فراموش کنید خودتان واقعاً چه می‌خواهید. بسیاری از مردم به من نامه می‌نویسند که زمان مناسب برای درآوردن حلقه‌های عروسیشان چه موقع است یا چه وقت اتاق خواب بچه‌هایشان را به اتاق مهمان تبدیل کنند یا دیگر وقتی در مورد برادرشان صحبت می‌کنند از افعال زمان گذشته استفاده کنند. پاسخ ساده است، هیچ زمان مناسبی در کار نیست. شما نمی‌توانید صبر کنید تا زمان مناسب فرا برسد، چون احتمالاً هرگز نخواهد رسید. هیچ کدام از اینها چیزی نیست که زمانی انتخاب کنید. وقتی سعی می‌کنید تصمیمی بگیرید نمی‌توانید صبر کنید تا حس خوبی داشته باشید. من برای تصمیم گیری معیار چگونگی حالم را دوست دارم.
اگر درآوردن حلقه عروسیتان حالتان را بد می کند، زمان مناسبی برای درآوردن آن نیست. اگر با جابجا کردن هر چیزی در اتاق بچه‌تان مضطرب می شوید، پس هیچ چیزی را جابجا نکنید. اگر کسی به شما گفته است وقت آن رسیده که لباسهای خواهر تازه فوت شده تان را اهدا کنید و از فکر کردن به این کار کهیر زدید، کمد خواهرتان را تا ابد نگه دارید. لازم نیست چیزی را تغییر دهید مگر زمانی که آماده باشید. قطعاً سیاست‌های خانوادگی عجیبی وجود دارد که گاهی باید رعایت شود. اما در بیشتر موارد آنچه شما با چیزهایی که در خانه یا بدن خود دارید انجام می دهید بستگی به خودتان دارد. وقتی تصمیمات بزرگتری برای زندگیتان می گیرید کاملا به شما بستگی دارد. مثلا اینکه چه زمانی قرار بگذارید خانه‌تان را بفروشید یا شغلتان را عوض کنید. هیچ زمانی زمان مناسب نیست. هیچ چیز خیلی زود یا خیلی دیر نیست. به همین صورت کاملا عادی است که شرایط را دقیقاً همانطور بگذارید که آن فرد در گذشته گذاشته بود. شواهدی مبنی بر اینکه آن فرد اینجا بوده، که زندگی کرده، که بخشی از شما بوده است، از اهمیت زیادی برخوردار است. وقتی زندگیتان از بین رفته است، آن سنگ محک ها تبدیل به تمام جهان می شود. دوستی که شوهرش سال بعد از مرگ مت غرق شد به من گفت بطری سس تند شوهرش را بعد از 2 اسباب کشی با خودش نگه داشته است. نمی توانست بدون آن سس یخچال را ببیند. گرچه هرگز بطری را دوباره باز نمی کرد. من ظرف بستنی را که با مت 2 شب قبل از آن که بمیرد خریدم درست تا وقتی به آن سر کشور اسباب کشی کردم نگه داشتم. یعنی تا 4 سال بعد از آن اتفاق. تقریباً 1 سال طول کشید تا بالاخره ملحفه های تختی را که آخرین بار رویش خوابیده بودیم عوض کردم. آنچه را باید انجام دهید همان زمانی که باید انجام می دهید، نه لحظه قبل از آن. هرگز حس خوبی نخواهد داشت، اما اگر باعث شود شما حالتان بد شود، اکنون زمانش نیست. برای هر گونه تصمیم گیری که باید بگیرید و تصمیماتی که احساس می کنید موظفید بگیرید، از معیار چگونگی حالتان استفاده کنید. در سالگردها و یادبودها. در تاریخ مرگ او چه می کنیم؟ آیا باید سالگرد عروسیمان یا تولدشان را جشن بگیرم حتی زمانی که مردن؟ آیا وقتی مردن روز تولد دارند؟ هم مادرم و هم مادر شوهرم از من می‌خواستند تا برای برنامه‌هایشان برای به یادگار نگه داشتن زندگی مت هیجان داشته باشم و در آنها شرکت کنم. من آن زمان چنین شوقی نداشتم. هر بار که آنها در مورد آن درخت یا آن باغ صحبت می‌کردم و اینکه چگونه من باید همکاری کنم یا انتخاب کنم یا حضور داشته باشم، مجبور بودم با خودم کلنجار برم تا این کلمات را بر زبان نیاورم. من درخت مسخره نمیخوام. من میخوام او برگرده. برام مهم نیست که چه گل‌هایی اونجا کاشتین. این باغچه شماست، نه باغچه او. و امان از تعداد دفعاتی که مجبور بودم زبانم را گاز بگیرم و وقتی یکی از اقوام دور اصرار داشت که یادبودی بیش از حد دینی برگزار کند، پیشنهادی که حتی اگر مت هم زنده بود اعصابش خورد میشد، باید از حرفای بزرگانم استفاده میکردم. البته در آخر هیچ کس نمیتوانست واقعاً برنده شود. مهم نیست که چه کاشته شد یا چه کسانی به خاطر او دور هم جمع شدن. عشق من هنوز مرده بود. هنوز بر نگشته بود. هیچ راه درستی برای احترام به کسی که دوستش دارید وجود ندارد. هر رابطه‌ای نشانه‌های خود را به جا می‌گذارد و هر نشانه‌ای مخصوص شماست. روش به یادگار نگه داشتن زندگی شما فقط برای خودتان مناسب است. یکی از بهترین حرفایی که نزدیک به سالگرد مت شنیدم این بود که همیشه حق دارید بگذارید و بروید، حتی اگر تازه رسیده باشید. حتی اگر همه چیز خودتان برنامه ریزی کرده باشید. هیچ کس قرار نیست مثل شما این مسئله رو در زندگی تحمل کنه. هر زمان که لازم دیدید بگذارید و بروید. فقط داشتن همین مجوز برای بیرون رفتن باعث شد ماندنم راحت تر شود. مهم نیست چطور برنامه ریزی کرده اید، میتونید تصمیمتان را هر زمانی تغییر دهید. همچنین عیبی نداره اگر اصلا برنامه ریزی نکنید، در عوض منتظر باشید تا زمان این تاریخ خاص خودش فرا برسد.
اغلب مقدمه چینی برای تاریخی مهم سخت‌تر از خود آن تاریخ است. شاید بخواهید کاری کنید. شاید هم نه. ممکن است دیگر اعضای خانواده و دوستان بپرسید برای آن روز چه برنامه‌ای دارند. تشویق به گفتگو و ترک اتاق برای مقاومت و امتناع روشی عالی برای سنجش این است که افراد زندگی شما در مورد این تاریخ‌ها چه حسی دارند. در مورد خانواده نزدیک خودتان هم عناصری از برنامه هر نفر را در برنامه آن روز بگنجانید. در حالی که ممکن است دیگران به برنامه‌های شما بپیوندند، به یاد داشته باشید که آنها نیز به روش خودشان سوگواریشان را نشان می‌دهند. حق دارند پیشنهادتان را رد کنند، از آن کنار بکشند و در آن شرکت نکنند. هر کس به روش خاصی سوگواری می کند و هر کس به روش خاصی یادبود برگزار می کند و یا می پذیرد که آن شخص درگذشته است. برای اینکه از توانتان به بهترین نحو استفاده کنید، به روش دیگران احترام بگذارید و در این حال به نیازهای خودتان نیز رسیدگی کنید. به یاد داشته باشید که هیچ کس احتمالاً 100% شاد نیست. در واقع یادبودها و سالگردها اغلب لحظات سختی هستند. اعصاب خرد کنی، یادآوری مشکلات قدیمی، از بین رفتن مهارت‌های اجتماعی. هرچه را انتخاب می‌کنید که انجام دهید یا ندهید، تمام تلاشتان را بکنید تا خودتان گام بردارید. هر لحظه به قلبتان رجوع کنید که هر زمان به چه چیزی نیاز خواهید داشت. هیچ کدام از اینها آسان نیست. حتی اگر آنچه برنامه ریزی کرده اید به خوبی پیش برود. بچه‌ها و سوگ. شاید برای شما هم اینطور باشد که علاوه بر خودتان به افراد دیگری نیز باید فکر کنید. مهم نیست در چه سنی باشند، فرزندانتان تحت تأثیر سوگ قرار خواهند گرفت. چه فقدان مستقیم به آنها نیز مربوط باشد، چه تحت تأثیر سوگ شما باشند. پسرخوانده‌ام روز بعد از فوت پدرش 18 ساله شد. خیلی سنش کم نبود، اما از بسیاری جهات هنوز بچه بود. در دنیای بیرون از آن روز به بعد او را بزرگسال می‌دید. باید تصمیماتی می‌گرفت که هیچ بچه‌ای نمی‌بایست بگیرد. او همیشه در مورد احساسات درونی خودش تقریباً آرام بوده است. زندگی در میان سوگ نیز از این قاعده مستثنا نبود. در هفته‌ها و ماه‌های پس از آن در مورد آنچه اتفاق افتاده بود صحبت کردیم. ما در مورد دنیای درونی سوگ صحبت کردیم و اینکه چگونه افراد مختلف آن را متفاوت پشت سر می‌گذارند. تمایل او به ساکت بودن به علاوه حالت عادی نوجوانیش به این معنی بود که زیاد درباره پدرش حرف نمی‌زد. درباره خودش حتی کمتر هم حرف می‌زد. با توجه به اینکه پسرخوانده‌ام بزرگتر بود و کمی پس از مرگ مت روی پای خودش ایستاد، من همان نگرانی را نداشتم که بسیاری از شما زمان بزرگ کردن بچه‌هایتان در دوران سوگواری دارید. من از اینکه ببینم بچه‌ام با خاطرات کم یا بدون هیچ خاطره‌ای بزرگ شود دل شکسته نشدم. نگران نبودم که چگونه بچه‌های دیگر در مدرسه با پسرخوانده‌ام رفتار می‌کنند یا اینکه معلمانش چگونه با فقدان او کنار می‌آیند. من در مورد این نگرانم که زندگیش بدون راهنمایی‌های پدرش ادامه دارد، اما می‌دانم او 18 سال در حضور و تحت تأثیر پدرش قرار داشت. فقط امیدوارم که عشق پدرش او را برانگیزاند، او را نگه دارد و کمکش کند، حتی الان. یک روز کسی از من پرسید آیا به نظرم پسرخوانده‌ام با مرگ پدرش کنار آمده است یا آیا هنوز تأثیری روی او دارد یا نه؟ چطور ممکن است دیگر تأثیری روی او نداشته باشد؟ پدرش که زنده نشده است. فکر می‌کنم ما همیشه دنبال شواهدی هستیم که نشان دهند بچه‌های ما مشکلی ندارند. خیلی از فرایندهای عاطفی در درون رخ می‌دهند. چون این فقدانی درون قلب بچه‌هایمان رشد می‌کند و تغییر می‌یابد. نه تنها با گذشت زمان تغییر می‌کند، بلکه همراه با ظرفیت متغیرشان برای پذیرش و واکنش نشان دادن به مرگ والدین یا خواهر و برادرشان تغییر می‌کند. فکر می‌کنم تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، تنها کاری که هر کدام از ما می‌توانیم انجام دهیم این است که همچنان ذهنمان نسبت به درد، مرگ، سوگ و عشق به روشی متناسب با سن بچه‌ها باز باشد. می‌توانیم به بچه‌هایمان اجازه دهیم بدانند می‌توانند هر سوالی از ما بپرسند.
می توانیم به آنها اجازه دهیم سوگ خودمان را به گونه‌ای ببینند که بگوید این درد دارد و عیبی نداره اگر حسش کنیم. می توانیم بپرسیم با علم به این که ممکنه نخواهند یا نتوانند آنچه را که احساس می کنند بگویند. گاهی عمری طول می کشد تا بتوانید بگویید چه چیزی را از دست داده اید. تا ببیند به چه روش‌های زیادی مرگ عضوی از خانواده شما را تغییر داده و به شما شکل داده است. من برای بچه خودم و برای بچه‌های شما امیدوارم که عشق ما در کنارشان بماند. عشق کسی را که از دست دادن با آنها باقی بماند و یاد بگیرند درد خود را تحمل کنند و قلب خود را باز کنند و به صدای خودشان گوش کنند حتی اگر هرگز یک کلمه به ما نگویند. یادداشت: با توجه به اینکه من در خانه بچه کوچک نداشتم، تخصصی در تأثیر سوگ بر بچه‌ها ندارم. بهتر است برای پیدا کردن منابع بهتر برای کمک به بچه‌های سوگوار و در واقع خانواده‌های سوگوار به مراکز تخصصی کمک به افراد سوگوار مراجعه کنید. حرف خانواده شد. گاهی خانواده‌ها پس از مرگ یا وقایع فاجعه بار واقعا همدیگر را حمایت می‌کنند و با هم همکاری می‌کنند. اینها استثناءات هستند، نه قوانین. هیچ چیزی دقیقاً مانند مرگ افراد خانواده را دیوانه نمی‌کند. بحث بر سر این که جسد را کجا دفن کنند، به خصوص اگر وصیت‌نامه قانونی وجود نداشته باشد. آیا باید یادبودی دائمی برگزار شود یا سالگردها باید چگونه باشند؟ در دنیای ایدئال با مهارت و دلسوزی و درک انجام می شود، اما دنیای ایدئال اغلب وجود ندارد. مرگ مشکلات فراوانی را به خانواده وارد می کند. روابط نزدیکی که به سطح نسبتاً شادی از تحمل متقابل یکدیگر رسیده بودند به دعوا و مشاجره‌های فیزیکی می رسند. نظرها و نیازهای همه به دنبال فضایی برای اظهار می گردند. همه می خواهند دیده و شنیده شوند. سر مشاجره‌های قدیمی دوباره باز می شود. اقوام دور ناگهان پیدایشان می شود. آدم‌هایی که گمان می کردید حمایتتان می کنند در سکوت زخم خورده خودشان ناپدید می شوند. مرگ تن همه را می لرزاند. در تجربه شخصی من و در داستان‌هایی که شنیدم به نظر می رسد کسی که قبل از مرگ شخصی رفتاری داشته است، بعد از مرگ آن شخص رفتارش بیشتر نمایان خواهد شد. افرادی که تمایل به آرامش و منطق دارند آرام و منطقی باقی میمانند و کسانی که سعی میکنند نظرات متفاوتی ارائه دهند و با مهربانی و صبر وارد بحث میشوند تمایل بیشتری به انجام این کار دارند. و کسانی که دعوا میکنند سرزنش میکنند و عموماً عملکرد ضعیفی دارند همان کار خودشان را میکنند. روش‌های مختلفی برای شروع مشاجره‌های خانوادگی در این موقعیت‌ها وجود دارد. نمیتوانم تمام آنها را توضیح دهم. شاید آنچه بیشتر از راه حل برای هر مسئله مؤثر باشد این است که به شما یک راه برای پاسخ دادن به همه آنها بدهم. در تمام چالش‌های بین فردی مرتبط با مرگ یا غیره، توصیه‌های معمول من این است که طوری رفتار کنید که بتوانید به تجربه‌تان نگاهی بیاندازید و حس کنید که از مهارت‌های خوب و سالم مذاکره و دلسوزی و دفاع از خود استفاده کرده اید. رفتار شما تحت شرایط استرس‌زایی مثل این است که واقعاً تحت کنترلتان است. اگر دیدید درگیر بحثایی شده اید از قبیل اینکه چه چیزی باید کجا باشد و چگونه، لطفاً با دلهای یکدیگر از جمله دل خودتان مهربان باشید. در این وضعیت واقعاً کسی برنده نیست. مهم نیست چه کسی برنده شرایط یادبود یا ارثیه می شود. فردی که دوستش دارید همچنان مرده است. در این موقعیت باید از خودتان بپرسید کدام یک از این مبارزه ها برایتان مهمتر است و انرژیتان را آنجا قرار دهید. لازم یا مفید نیست در هر نبردی مبارزه کنیم یا به هر چالشی پاسخ دهیم. بعضی وقتها نادیده گرفتن رفتار نامناسب یا خواسته های بچگانه عاقلانه ترین کار است. تمام تلاشتان را بکنید تا مرزهای سالم را حفظ کنید. نیازهایتان را بیان کنید و تا می توانید از مبارزه ها دور شوید.
اگر چیزی برای شما مهم است از خود و خانوادهتان حمایت کنید و به یاد داشته باشید که مهم نیست نتیجه چه چیزی باشد. عشق و ارتباط شما با فردی که از دست داده اید هرگز از بین نمی رود. آیا سوگ به دوستیتان خاتمه داده است؟ معمولاً وقتی درگیر وضعیت پیچیده خانوادگی باشید، تشویقتان می‌کنم که برای بررسی واقعیت در مورد نحوه ارتباط برقرار کردن افراد سالم به دوستان عاقل و قابل اعتمادتان تکیه کنید. امیدوارم که حداقل چند نفر از این افراد زیبا در زندگی خود داشته باشید. این یکی از جنبه‌های به شدت بیرحمانه فقدان شدید است. وقتی بیشتر به عشق و حمایت نیاز دارید، بعضی از دوستان رفتاری وحشتناک پیدا می‌کنند یا کلاً ناپدید می‌شوند. ناامیدی و اختلاف نظر به وجود می‌آید. کینه‌های قدیمی بروز می‌یابند. خطاهای کوچک نابخشودنی می‌شوند و مردم عجیب‌ترین و بی‌اعتناترین و نامأنوس‌ترین حرف‌ها را می‌زنند. سوگ دوستی شما را تغییر می دهد و حتی برای خیلی از مردم دوستیشان را به پایان می رساند. در مورد این مطلب بیشتر در بخش سوم صحبت خواهیم کرد، اما فعلا اگر اشاره‌ای به این نداشته باشم که چقدر این جنبه از سوگ می تواند رایج و دردناک باشد، بی مبالات بودم. فقدان شما با دلشکستگی اغلب پنهان یا به خصوص دردناک اطرافیانتان تقاطع پیدا می کند. درد شما با درد آنها برخورد می کند. شاید مستقیما در موردش صحبت نکنیم، اما اغلب وقتی افراد رفتار خوبی نشان نمی دهند یا نتوانند شدت فقدان شما را درک کنند، مشکل همین است. حتی زمانی که دوستانتان می خواهند از شما حمایت کنند، اغلب مهارت لازم برای دیدن یا تحمل درد دیگران را ندارند و مهم نیست که واقعا چقدر ماهر باشند. احساس درماندگی در مواجهه با فقدان باعث می شود مردم کارهای عجیبی انجام دهند. مهم نیست چه دلایل عمیق‌تری وجود دارد. از دست دادن دوستانی که فکر می کردید در غم‌ها و شادی‌هایتان شریکن، دلشکستگی مضاعفی است. بی‌عدالتی این فقدان دوم تحمل سوگ را بسیار سخت‌تر می کند. خشم تنها چیزی که مردم واقعاً دوست ندارند در موردش صحبت کنند. نمیتونم این فصل را بدون صحبت کردن در مورد عصبانیت و خشم به پایان برسانم. صدها هزار چیز دیگر وجود دارد که به این فصل تعلق دارد، منتها دیگر جا نیست. اما ما از خشم صحبت می‌کنیم چون لایق جایی در این فصل است. در فرهنگ ما، فرهنگ آمریکایی، واقعیت خشم هیچ وقت اعتبار مثبت نخواهد گرفت. شما نباید عصبانی باشید. مهم نیست چه اتفاقی افتاده. نشان دادن خشم از شما بعید است. درست مثل سوگ، خشم با ناآسودگی عمیق مواجه می شود. در مقدارهای کم مشکلی ندارد، اما باید سریعاً بدون سر و صدای زیاد آن را از سر گذراند. این تحریم عصبانیت مضحک است. همه احساسات پاسخ به چیزی است. خشم پاسخ به حس بی‌عدالتی است. معلومه که عصبانی، هر اتفاقی که برایتان افتاده است ناعادلانه است. مهم نیست که عدالت منطقی است یا اینکه دلیلی پشت اتفاقی که برایتان افتاده وجود دارد یا نه. برخلاف نظر روانشناسی عوامانه و مدل پزشکی، خشم سالم و طبیعی ضروری است. مثل بیشتر مسائل اگر به رسمیت شناخته نشود و پشتیبانی نشود، به درون ریخته می شود که ممکن است سمی شود. چیزی که ما به آن گوش نمی دهیم یا از گوش دادن به آن اجتناب می کنیم از بین نمی رود. فقط راه‌های دیگری برای صحبت کردن پیدا می کند. خشم خفه شده با انبوه احساسات سرکوب شده همراه می شود و سر از مسائل مربوط به سلامت، چالش‌های بین فردی و شکنجه ذهنی در می آورد. تصاویر منفی که از خشم داریم در واقع از عصبانیتی آمده است که مجاز به ابراز وجود نیست. سرکوب فشار ایجاد می کند که باعث ایجاد رفتارهای سمی می شود که پیش از آن پاسخی سالم به بی‌عدالتی بوده است. خشم اگر اجازه بروز پیدا کند صرفاً انرژی و واکنش است. اگر اجازه بروز پیدا کند به عشق محافظ شدید تبدیل می شود. عشق به خودتان و به کسی که از دست داده اید در برخی موارد به شما انرژی می دهد که با آنچه باید روبرو شوید.
اگر به آن احترام گذاشته شود و فضای ابراز وجود به آن داده شود، خشم داستانی میگوید از عشق و ارتباط و طلب آنچه از دست رفته است. هیچ چیز اشتباهی در این مورد وجود ندارد. تمام اینها را گفتم تا بگویم خشمی که حول فقدانتان وجود دارد خوشایند است. سالم است. چیزی نیست که با عجله از میانش عبور کنید تا بتوانید از نظر مردم اطرافتان تکامل یافته تر یا قابل قبول تر باشید. راههایی بیابید تا حس بی‌عدالتی و خشمتان را بروز دهید. وقتی می توانید بگویید عصبانی هستید بدون اینکه کسی سعی کند آن را از بین ببرد یا شما را با عجله از میانش عبور دهد، دیگر به سمت خودتان بر نمی گردد. رفتن به سمت خشمتان ممکن است ترسناک باشد. اگر حس می کنید خیلی بزرگ است، به دوستی مطمئن یا مشاور تکیه کنید. اینجا جایی است که متحد داشتن در آن واقعا مفید است. عیبی ندارد اگر از مردم بپرسید چه احساسی دارند وقتی خشم شما را می بینند. این کار به آنها اجازه می دهد تا آماده شوند و واقعا به آن گوش کنند و به شما اجازه می دهد قبل از اینکه کار از کار بگذرد بدانید آیا می توانند چیزی را که واقعیت دارد بشنوند بدون اینکه بخواهند شما را با عجله از میانش عبور دهند. و بقیه چیزها. هدف این فصل این بود که به شما حسی عادی در زمانی کاملا غیر عادی داده شود. امکان ندارد بتوانم در مورد همه چیز در اینجا صحبت کنم، اما واقعیت اساسی هر چیزی که شما در سوگتان با آن مواجهید این است که همه چیز طبیعی است. پذیرش واقعیت شما درمانی قدرتمند است و اغلب تنها چیزی است که مؤثر است. فصلهای بعدی به جزئیات بیشتری راجع به چالش‌های خاص درون سوگ می‌پردازد و به ابزارهای واقعی برای کمک به مدیریت چیزهایی که در واقع هرگز درست نمی‌شوند.